آزادسازی خرمشهر از ارزشمندترین پیروزی‌های دوران انقلاب اسلامیه. عملیاتی که با جانفشانی‌های کسانی رقم خورد که مردانه ایستادند. یکی از این عاشقان وطن آقای ایازی از خطه مهاباد است. اولین سری اسرا رو من اونجا از نوار مرزی در دژ 2 من گرفتم. 35 نفر پرسنل داشتن. فرماندهشون هم یه سرگرد بود. گفتن که صدام حسین دستور داده در از 2 ساعت خرمشهر رو بگیریم و امروز هم اهواز رو تصرف کنیم. گفتم حالا که با شکست مواجه شدی بهش بگو اینجا فقط یه گردانه اومده جلوی شما وایساده. شما هنوز قدرت و عظمت ارتش ایران رو نمیدونید. 16,000 نفر نیروی عراقی اونجا کشته شدن. 19,000 نفر ما اسیر گرفتیم در فتح خرمشهر. فرماندهی که گوشه‌ای از بقای تلخ و شیرینش را در قالب گفته و ناگفته‌های آزادسازی خرمشهر خونین به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از نوحد تا خرمشهر کلی عملیاتایی که من انجام دادم در خرمشهر در این کتاب به رشته تحریر درآورده. این رزماوران اونایی که چه افسر، چه درجه دار، چه سرباز، اینا هم بیوگرافیشون آوردم، هم به اصطلاح عملیاتاشون نوشتم. راهنمایی بود ایشون بهنام محمدی را. یک کتاب دیگه برای چاپ آماده میشه به نام ناگفته‌های رزم خرمشهر و خاطراتی که روایتش بعد از گذشت 41 سال هم اشک را از چشمان فرمانده مهابادی جاری می کند. از یه افسری پرسیدم از رکن حکیم اینا کیه؟ گفت اینا سربازایی هستند که در آموزش فراری هستند، زیر کار در رو هستند، دوره ندیدن. اینا رو میخوایم برگردونیم به واحد آموزشی. گفتم اشکال نداره، من به شما آموزش میدم. در همین جنگ 34 روزه می‌جنگیدن حسابی. نه بغل کردم و آوردم پهلو خودم. گفتم واقعا شما رزمنده است. هرچقدر صفحات این حماسه تاریخ ساز را ورق میزنیم بیشتر و بیشتر به ایثار و جانفشانی مردان و زنانی پی میبریم که ایستادند تا دشمنان بدانند ایران و ایرانی جان میدهد تا خاک ندهد. صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.